امان از دست ما ایرانی‌ها، امان از دست ما ایرانی‌ها. مهمونی میدیم اونایی که دوست داریم و نداریم و دعوت میکنیم، یواشکی به لباس اونایی که دوست نداریم میخندیم، بعد که رفتن با دوستای خودمونیمون میشینیم به حرفاشون میخندیم. توی مهمونی واسه هم دیگه جوک ترکی میگیم، جوک لری میگیم، اصفهانی، قزوینی، یزدی رو مسخره میکنیم، میگیم کاشیا ترسوان، رشتیا بی غیرتن، کردا خرمتعصبن و آبادانیا لاف میزنن. پایین شهریا رو آدم حساب نمیکنیم، مرز بین پایین شهر و بالای شهر رو خودمون تعیین میکنیم. اونایی که از قلهک پایین ترن و قبول نداریم. ما شیکتریم، ما بهتریم، ما برتریم. شهرستانی هم بهتره برن جلو بوق بزنن. وقتی یکی از فامیلامون که در شهرستان زندگی میکنه ما یهویی از دهنمون میپره، فوری توضیح میدیم طرف مدیر عامل فلان کارخونه است و به خاطر موقعیت شغلیش مجبور شده که آقا بره اونجا زندگی کنه. بشقاب و لیوانای فرانسوی میخریم، لوسترای ساخت چین میخریم، شکلات آیدین هدیه نمیبریم چون ایرانی و کلاسش پایینه. موقعی که اتوبوس میاد حمله میکنیم، اگر اوضاع بحرانی بشه با آرنجمون میزنیم به کناریا که راه در رو باز کنیم. آخه خسته شدیم باید بریم خونه. وقتی کسی نباشه هم همینطور که میشینیم توی اتوبوس ماژیکا برمیداریم و پشت صندلی یادگاری میرسیم که دفعه بعد که دوستمون سوار شد هنرمون رو بهش نشون بدیم. شب چهارشنبه سوری ترقه پرت میکنیم پشت پای زن همسایه که وقتی پرید بالا بخندیم. وقتی تیم فوتبال مورد علاقهمون توی مسابقه میبازه شیشه اتوبوس واحد رو میشکنیم. سینزه به در گل میزنیم به شهر، به طبیعت، به همه چی. یعنی همیشه این کارا میکنیم، نه فقط سینزه به درا. وقتی توی یوتیوب یه فیلم تماشا میکنیم در قسمت کامنتش فوش خار مادر رو تقدیم میکنیم به پست کننده ویدیو. احساس خوبی میده مگه نه؟ ما همه مادرزادی سیاستمدار به دنیا اومدیم، اما استراتژی تک تکمون با همدیگه و با تمام دنیا فرق داره. برای همین در هیچ موردی با هم توافق و هماهنگی نداریم و باز هم فوش به همدیگه میدیم. ما به اجدادمون خیلی احترام میذاریم، مثلا آقا داریوش و کوروش خان. وقتی سر قبرشون میریم حتما یه یادگاری با کلید، چنگال، پنگال، هر چیزی که باشه رو در دیوارشون مینویسیم. ما امامزاده میسازیم، بعد پول میاندازیم تو امامزاده و از امامزاده میخوایم که مشکلاتمون رو برامون حل کنه. ما روز عاشورا تاسوعا نذری میدیم، برای اینکه زعفرون گرونه روی پلو گل رنگ میریزیم. ما احتمالاً غیر از رامسر و کلاردشت جای دیگه از ایران رو ندیدیم، اما حتما دبی رفتیم. فروشگاه ارزالهدایه که ردخور نداره، بی برو برگرد. و حتما هممون یه عکسی توی صحراهای دبی انداختیم، روی شنا لم دادیم که به همسایه‌مون و شمسی خانم نشون بدیم ما بگیم ما دبی رفتیم. ما رانندگیمون حرف نداره، رانندگی بدون فحش و فضیحت برامون معنی نداره. چراغ راهنمایی، عابر پیاده، موتور سوار، اینا هر کدومشون فقط کافیه یک کلمه براش بگی خودتون تا ته خط میرید. ما دزدی میکنیم، تن فروشی میکنیم، زورگیری میکنیم، تجاوز میکنیم و آدمم میکشیم به خاطر اینکه پول نداریم. بعضیامون حتی پول داریم اما میخوایم انتقام بگیریم. ماها سینما نمیرویم، عوضش عشق میکنیم که قبل از اینکه فیلم روی پرده سینما بره سیدیشو ببریم خونه. در ضمن ما عاشق پرویز پرستویی هم هستیم. دختری که عاشق مبارز گلزارن و پسرم نمیدونم، شاید هدیه تهرانی، نه اون دیگه پیر شده، مهناز افشار. ما ایرانی‌های مقیم خارج از کشور، مخصوصا لس آنجلسیامون، وقتی کانال تلویزیونی درست می‌کنیم هر اشکلی میندازیم اون وسط به عنوان مجری برنامه تا گزارشی بده یا خدای نکرده به عنوان کارشناس حرف بزنه. از هر 3 تا کلمه‌ای که میگه 4 تاش انگلیسی، اونم با 1000 تا اشوه و ناز و غمز شطوری و 100 البته تلفظ غلط و غلوط. ماها عاشق رقص عربی هستیم. هرچه سنمونم بالاتر میره علاقمون به این رقص که تا ابد یادش نمیگیریم هی بیشتر و بیشتر میشه. اصرار میکنیم که باید توی مهمونی ها هنرمون رو نشون بدیم. البته دوستان خیلی اصرار میکنن وگرنه ما همه خجالتی هستمون، رقصمون نمیاد. ما توی خیابون زل میزنیم به سینه زنها. کوچیک و بزرگ مهم نیست، مهم اینه وقتی خانومی نزدیک شد حتما یک متلک آبدار نثارش کنیم. ما از این کارها خیلی میکنیم، اما 2 چیز برای ما خیلی مهمه. 1. ما هیچ وقت اجازه نخواهیم داد که روی هیچ نقشه‌ای خلیج فارس به خلیج عربی تبدیل بشه. 2. حواسمون هست که هر جا اسمی از فیلم کارتونی 300 برده شد اعتراض کنیم، نامه بنویسیم، تومار اینترنتی امضا کنیم که چرا قیافه ایرانی ها رو اینقدر وحشتناک کشیدید. آخه ما ایرانی ها اونقدر وحشتناک نیستیم.